%100 یوتیوب دا مو اینستاگرام چی با نمیفهمیم. چمون در باید آمازون؟ چمون در باید؟ نه اینجا اینترنتش سوز. 760 چند دیدیم. نه خیلی نه ماما میبینم. دوستان عزیز، پیش از همه به مردم سربلند فرخور منتداری بیان میکنیم که طولی چند روز میشه که از روی برنامه به هر سمت رفته ایستادیم. تشکر زیاد. پیش از همه به برادرای عزیز ما دهقان بچه جدای دهقان بچه این شب سربی با خوب برده که خیانت سوره برادر عزیز ما رحیم پروداکشن. سلام علیکم اکا، زنده باشیم. برادر عزیز ما خیلی تجسرات قطعی خودم اومده. ما میمونیم خدمت اکای سفرخانم میمونداری کرده است. سلام علیکم بخم هم کسا سوزن پیجه این برادرها. کانال برادر دا ابونه شد. کانال هم برادر سفرخان تیوی با در اومده ابونه شوید. حالا 42 نفر در اکیل ما قرار دارد. تشکر زیاد. زنده باشید. جایت دورتر دهقان بچه در خوش آمدی. تشکر دهقان بچه. کجای فرخورده این تقا کمونیزم ده است. ما کمونیزم داشتیم. موجرو دهای روینا فرخور چه ده هواش باور که فرخور به درجه اولی هواش خوبه. دیوونه گرم نبوده تعریف کنم که به درجه گرمه چط کیا موجرو هم سلام همه سلام میگم که همین خودتا سلام اینومی دخترای مهاجران علیکم بر سلام. زنده باشه. هزار بار زنده باشه. شما هم کس هر کی ما رو به نیکی یاد کنه خداوند او را به نیکی یاد میکند. ما هم در نیکی همو هستیم. تشکر زیاد. تشکر زیاد. برادرای فرخور راستی گپ طولی چند ساله که در همین صنعت علاقه‌مندی داریم، روکار داریم. بهاد مردم خوب هستند. بهاد مردم کیده درو هستند. ها بخدا گرین گیزارنشون دادی. من اینجا رحیم پروداکشن سیمشکا خورده است. سلام از جماعت در قدی کویبش. السلام علیکم دوستان هواداران سالمه اکای فرق جان فرق نعمت. دوستان عزیز امیدوار هستیم هر یک شما تنصیف خانواده هستین. کسی که در افیر ما بونش دیگه لایک یک گروزه کنه بعدا نواری بار تماشا کنه. این گفته دهقان بچه های هم اتنجا برادران عزیز. سلام علیکم برادر اهل اسلام حضور اما دوستان عزیز امروز اومدیم یک روزمون علاقه 3-4 روز که در همیجه فکر کردیم که یک ساعت نشده بخوریم رو بکردم خاطر که 3 روز در نظر ما در یک میجه زدن گذشت که هیچ نه احساسی ذکر کردیم نه احساسی یگان غم و درد. بگذار که همه وقت هر یک شما انا میخواد در بین دوست رفیق نفرایی که باشن که زیخ شوی خود رو حس نکنید. دوستان عزیز هزار رحمت کلام. دوستان عزیز باور کنید در حقیقت رحیم پروداکشن روز میگوید و این نفرایی هست که طول چند ماه اخیر بواسطه دست خیرش مهنت‌هایش زحمت‌هایش با اون نفرهایی که امتیاز به هر چیز ندارن رسیده ایستاده است. از این خاطر دعاش بخشش پیش خواندم یا که سر که من فرخور زنگ رسیدم و اساس شرطو زدم چی معنی داره دکه؟ فرخور زنگ رسیدم
قیمت من در این بوره خیلی دهقان بچه گپ میزنه اینم یک دوست سلام بینندگان عزیز، در نویای فرفور بود یک بولگه خوب بیاسور. داریم. فروخت نعمت کینوی بهوتی خیلی که شما میشناسید مهمون است، توی 3 روز میشواموده. ای روزی که فروخت نعمت اومدگی برابر اومدنش فیض و برکت فکر میکنم که در دسترخوان یکویک ما زیاد شدگی، زیرا به فروخت ما خیلی طعام خیلی خرد خراب در یکم دسترخوان ما نبود. میگه که مهمون پیش آمدنش اول روزش میاد باور که به درجه سیر و کری یک نمود خیلی خودش دیده است همش باز درجه دیگه چیزورم وعده کرده بودیم با وجودش نرسیده استعمالی. حالا از طرف دهقان بچه اساسا ما یک گوسفند بوده گوسفندخوری اومدیم که باور کنید این روزها دا اسپتی گوسفندخوری نکردیم برای که هر یک جای رفته ما پیشکی تیار است. دیروز بعضم برادرها هم خفه شدن کم کم هیچی گم ندارد گذشت. زنده باشین. از یک و یک شما منتدار هستیم. اکای رحیم زنده باشی. دهقان بچه ریاد گوسالادورتون غم نباشد. گوی گوسالادورتون غم نباشد. دهقان بچه دهقان بچه نرد دادر ایکا رکلامر قیمت میکنیم دادر ایکا رکلامر قیمت ارزون میتنه که شو خیلی چی رکلامه بوشا؟ نمیدونم چی کادر رکلامه بنویس واتساپ دا گاب نیست بگو که من آمودم ایخته ارزون میکنی با خاطر تیا میمونی اوه میمون ده خیلی که نشاطی رکلام برادرو بخشیش زیاد با خاطر ما قیمت میگیم که همین رکلامو پیدا پره اگر رکلام ما ارزون کنیم اگر هر یک ساعت 5-6 رکلام قبول کنیم دیگر نبوروی خودمون نپرتیم فقط رکلام کا بگردیم با همون خاطر قیمتتر میگیم که کسی که کردنی ای صدق دل همون رکلام میکنه در یک روز یک تا در 2 روز یک تا در یک هفته هم یک تا باشه با خاطر انمو پادپیسچیکوایی که بسیار بعد وقت نه با رکلاموی بیرده نگیریم عذر زیاد زنده باشی رحیم پروداکشن تشکر زیاد بهترین گفتی خوش آمدید با فرخور بوستونی اكو چی خیلی بوستونی این فرخور شما فهمید ولی تاریخ فرخور رو نمیدونه تاریخ فرخور چی خیلی زنده باشه سلام اکا داکیمنت گم کردگی چی شد اکا ای درباره همون چی التماس یگون چی نگین هوز یک دو روز پس بعد درباره اون چی خودم گپ تو میزنم ما هوزی اومدگی هستیم که ان همو غم هایی که در دل هستن بیرون کنیم زیرا که نفری که دوست هست وقتی که دوست در برات هسته یگون چیز رو دیگر احساس نمیکنی ظهوربک سوزی سلام علیکم سوزی اکا علیکت بار سلام تشکر میگو شکر خدا سلام علیکم برات فاروق برات دهقان بچه سلام با کلی تاجیکان رحیم پروداکشن زنده باشی برات زنده باشی میگو فرخور در آسیا ایمانه 30 سال حکمرانی کرده انا درباره تاریخ فرخور یک کس نیست فرخور میگو در آسیا ایمانه 30 سال حکمرانی کرده ها رحیم پروداکشن تصدیق میکنه که حکمرانی کرده چنگیز خانه در اونجا کشتگی هستند سلام زنده باشه شمس پرس میگه چخیل بوستونیا شمس پرس میگه چخیل میگه چخیل بوستونیا این شمس خودش همین بوستون دا این گفت نزدیک شده دیدن شمس خودش خلاص کرده سلام علیکم سوزی سلامتی و خوبه برادر همه وقت سلامت باشه زنده باشه شما زنی غریب رکلام مرا ارزانتر کنیم برای فامیلی میکنیم خطا بود مزاش نبود حقم دورگو هستم ان شاء الله نویسین در واتساپ
905 33 64 42 واتساپ رحیم پروداکشن 905 22 55 905 چند بود خدا دوستو رقم 900 24 55 77 از دهقان بچه 960 46 45 رای خودم در واتساپ نویسین در دوره رکلام انشالله خوش اومدید به فرخوری زادگاه من زنده باشه ماهینا اصلا زنده باشین. خب اکای رحیم سلام بگین. خب این اکای رحیم خود واله که هر یک کلمات با سلام دوستان عزیز هزار رحمت کلان از اون سبب که به هر یک سوال شما ما پاسخ گردوندن نمیتونیم چون که راوی امروزه افیر ما اکای فرخجان است به هر یک سوال شما پاسخ میگردونه گپ اوید ما یا اوید دهقان بچه اوید دیگر شخصیت هاشید حتما میرسونم و با هر یک شما پاسخ میگردونیم ان شاء الله. مالش برادران عزیز هزار رحمت میندارم. زنده باشی رحیم پروداکشن زنده باشی. اکا جان السلام علیکم و علیکم و سلام. کینو کی میبره اکا فرخ کینو میشد ان شاء الله گیجوی فرخ خورده ای در کمونیسم دا. سلام علیکم فرخ جان ما یک گروه مهاجران از شهری و علیکم بر سلام خداوند نگهبانتون باشه تمام مهاجران برای ریکورد کرد زنده باشین. هر رحمت اکا از شمس احتیاط شو با جوی ما هم با همون خاطر دورش دودگی هستیم که خوبه نه در وقت خوش تمام میخریم همین خوبش دودگی هستن وقتی که شمس خوب میبره بعد فرخ تمام میخره در بدور بودنش احتیاط کرده ما ایده طرف ایس ما دهقان بچه ایس رحیم پروداکشن انا را فقط نظارت کردیم که اشتباه ضرر نرسونه. بله همین برادرها هستن خونه مورم روین پیشی دیوم دهای محمد زنده باشی محمد برادر فرخ ظهورشور سلام بگو. سلامت باشن. وقتی که میگن از یک دریا آب کردی یا در یک جا یک نفر آور ثواب ثمرش به همه پشتش میرسد. وقتی که از دسترخوان یک برادری فرخوری نون خوردیم دون که از تمام مردم فرخور از دسترخوانش نون خوردگی هستیم. منتدار هستم شما نیز در شهر دوشنبه باشین نور دیده یا ناحیه عینی یگم وقتی سفر کردیم بالای دیده ما هسته. ها اکا جان اکای دلشاد اکای دوستی نزدیکای یک سلام گرمی جوشون از بچه های پیتت و علیکم بر سلام با بچه های پیتت. این اکای دلشاد دوستی نزدیکش بوده دلشاد برادر اکای فرخ زنده باشین شما هم زنده باشین زنده باشین دوستان عزیز اکای فرخ زنده باشین دوستان عزیز خداوند نگهبانتون باشه. منتظر هستیم که ما رو درست فهمیدین لایک پخش کنید یک بار دیگر. خب برادر ما دهقان بچه باز یک بار دیگر دوستان عزیز ما هر کجایی که قدم میمونیم کوشش میکنیم انا خیلی سرجمی باشه. وقتی که ما سرجم شیم به نهایت پیش میریم. شما هم خواهش که کدام برادر تاجیک که میبینین که یک قدم با پیش میمونه پیشگویی نکنین. از همتون خواهش فقط دستگیری کنین. ما با دستگیری یکدیگر احتیاج داریم و با دستگیری یکدیگر پیش میریم. زنده باشید. گپی استاد دنیو درست است. استاد فرخ جون فیلم های بهترین نقاب کی میبره اینا انمی سوال و من چند روزه بودم که شما بخواستم جواب گو اینا مؤلف کارگردان نقاب سوال که همین رخدشه نقاب کی میبره نقاب شول هم یوتیوب سوز شوان نصیب باشه میبره چیش سوز شوه چیش سوز شوه کانالم چیه سوم نداده است مقصد او راست میگه کی برادرها شوخی با ما همو هر یک اکتیور برادر جنو سومتم یک اپراتور ما سومتم برادرها دیمش مونتاژور هم میکنه مثال ایش به حساب سناریو را خودم مینویسم به حساب رژیسوری را میکنم من به حساب مثال یوش حسابی خودم یکی من هر همو اکتوری که دارم کینو بازی میکنم او را من سومتم راهگیرا 3-4 روز خوردن مقصد گرد خیلی شکم نمیشه که نخری خلاصه با همین خاطر برادرها زور اونا میرسه مقصد که کشیده که شده که میکنیمش الان گربان تو نشد کینو نقاب ننویسه انتظار باشین میشه باید دادم. برادر عزیز ما رجب علی میگوید که انشالله کینوی نقاب به قریبی میشود
یک بار دیگه همه کسا همین چند نفر 100 نفر که هستیم لایک پخش کردیم ویدیو پادلیس بکنیم. اکای فاروق یگون کنوی خولیگانی سیونکا کن پیشروی شما رو خونم. حضور آمد اکا انشاءالله نصیب اکا. سلام درود به همه عزیزانم. و علیکم بابای خولیگان. بابای خولیگان زنده باشی. بابای خولیگان مخلص همه موای دالوبای کامنتاری توجکو میبینی. بابای خولیگان همو دوش هست. زنده باشی بابای خولیگان. پیریان این بلوگرها پیر بلوگرها هست ها. لوبای بلوگر دستگیری کردگی برای پیشرفتش. بابای خولیگان زنده باشی بابای خولیگان همین نون و نمک که دیگه برادرها در همینجا خوردیم. من بدون که از خونه خودت خوردگی هستیم. منندور هستیم. سلام علیکم از نومی بابا جانی جمعخون. و علیکم بر سلام بابا جانی جمعخون. در کنوی کشلوقی همو اکا کای ای غریبی همین اکاد انشاءالله همین فرخور در رود انشاءالله. خوب سلام علیکم سلام و علیکم بر سلام بادرو زنده باشه. زنده و رکای فاروق همون خوب سلام علیکم سلام بچه. زودگوی شما در فرخور ارچای و علیکم بر سلام. تشکر زیاد سپاس زیاد. خداوند نگهبان یک و یک شما باشد. خدا حافظ. باز تکرار میکنم که با تمام برادرایی که طول این روز 3 روز میشود در این فرخور نون و نمک دادگی هستند. خداوند از نون و نمکشان راضی باشد. زیرا که کاری هر کس نیست که 3 روز کارش را پرتاب در همین شب روز در بری ما راست است. منتدار هستم به تمام مردم فرخور. همه شما بهترین انسان هستید. خداوند نگهبانتون باشد. نفرایی که در غریبی باشید تن صحت و روزگار و آباد و زندگی سالم نصیبتون باشد. نفرایی که بیمار هستید شفای کامل از طرف خداوند نصیبتون گردد. هر نفری که ما رو میشناسد قدر میکند ما نیز او رو قدر میکنیم. خدا حافظ.